نیازهای عملیاتی، آموزشی و آمادی، همچنین بهینه‌سازی، ارتقا و افزایش طول عمر تجهیزات با استفاده از تحقیقات می باشد. سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران با ابتکار مقام معظم رهبری و تصویب حضرت امام رحمت الله علیه در سال 1361 به صورت رسمی تشکیل و آغاز به کار نموده است. مسئله تحرک مسئله مهمی است. خودروهای تاکتیکی خوبی ساختند، این کار خوب است. این خودروهای تاکتیکی از چیزهایی است که روی آن باید سرمایه گذاری کرد. به نظر ما کوچک و اهمیت می آید، اما خیلی مهم است. از فرمایشات گوهربار مقام معظم رهبری، عبور دلاورمردان و جانبرکفان شکارچی ادوات زرهی دشمن سوار بر موتورسیکلت‌های همه جارو، چهارچرخ و خودروهای سبک تهاجمی رنجر مجهز به گتلینگان 7.62 میلیمتری اخگر و تفنگ تک‌تیرانداز 14.5 میلیمتری شاهر ویژه رزم زمینی در حوزه جنگ ناهمتراز ساخته شده به دست متخصصان توانمند سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، در سرتاسر میهن اسلامی همینک شاهد عبور خودروهای تاکتیکی سفیر حامل موشک‌های هدایت شوندی ضد زره جدید کنکورس ویژه مقابله با تهدیدات زرهی و انهدام استحکامات سخت با قدرت تخریب زیاد و دقت بالا در هدفزنی به هنگام مقابله و رویارویی با دشمنان کوردل و قسم خورده انقلاب اسلامی می باشید که به دست توانمند متخصصان داخلی ارتش جمهوری اسلامی ایران و در جهاد خودکفایی بهینه‌سازی و ساخته شده است. عبور انواع خودروهای تاکتیکی 2.5 تن نینوا با قابلیت مانور بالا، مینریز و همچنین خودرو برفو ویژه حمل نفر و تجهیزات سبک در عبور از مناطق برفی و صعب العبور ساخت متخصصان جهاد خودکفایی نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران رو مشاهده می‌فرمایید که از مقابل کلام الله مجید و جایگاه به خوبی رژه می‌روند. بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، در سرتاسر ایران اسلامی همینک شاهد عبور یگان حافظ صلح نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. این یگان با نیروهای زبده و کارآزموده آمادگی آن را دارد تا به هنگام اعلام سازمان ملل در هر نقطه از کره خاکی و در مناطق آشوب زده به نحو مطلوب انجام وظیفه نمایند. عبور خودروهای 4x4 تاکتیکی با کاربردهای مختلف نظامی، حمل نفر، تجهیزات، مهمات و توپکش. همینک شاهد رژه ستون تریلرهای سنگین حامل انواع نفربرهای بهینه‌سازی شده BTR 82 مجهز به استعداد 23 میلیمتری و 12.7 میلیمتری اتوماسیون PMP2 و نفربر M113 و استابلایزر شده ساخت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشید. عبور خودروهای سنگین حامل نفربر براق و خودروهای شناسایی رزمی صیاد ویژه جنگ ناهمتراز مجهز به لانچر اتوماسیون شده، پرتاب انواع موشک 12.75 تانک کژدم بهینه شده، تانک اسکورپیان با تغییر موتور بنزینی به دیزلی و مجهز به سامانه استابلیزر برای شلیک در حال حرکت. عبور خودروهای کشنده فوق سنگین حامل انواع تانک‌های پیشرفتی ذوالفقار ایران
با طراحی و ساخت کاملا بومی در سطح منطقه و مجهز به پیشرفته‌ترین سامانه‌های مخابراتی، زرهی و کنترل آتش ساخته شده به دست متخصصان توانمند سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. عبور انواع تانک‌های بهینه‌سازی شده توسط نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل تانک مبارز ایران، چیفتن بهینه‌سازی شده بر اساس الگوهای روز دنیا، تانک ریکاوری چیفتن، تانک پلگذار چیفتن و سایر تانک‌هایی که از قبیل تانک سمسام ایران امشست بهینه‌سازی شده و مجهز به پیشرفته‌ترین سامانه‌های استابلیزر و کنترل آتش، حفاظت زرهی، جمر و ضد لیزر که بر اساس الگوهای روز دنیا ارتقا یافتند. هر کس فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله‌اش خطور کند باید خود را آماده دریافت سیلی‌های محکم و مشت‌های پولادین ارتش، سپاه، بسیج و در یک کلام ملت بزرگ ایران کند. از فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت از نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران. به اطلاع بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، ایران اسلامی در سرتاسر این مرزومی میرساند که همینک شاهد عبور خودروهای فوق سنگین کشنده حامل مینکوب تفتان که تمامی این ادوات ارزشمند و قابل ملاحظه با کاربردهای بسیار بالا به دست توانمند جهادگران و متخصصان پیشکسوت و نخبگان جوان نیروی زمینی قهرمان ساخته و بهینه‌سازی شده است. عبور خودروهای تاکتیکی 4x4 توپخانه 130 میلیمتری کششی، 155 میلیمتری کششی و توپ‌های بهینه‌سازی شده خودکششی 203 میلیمتری و 175 میلیمتری محمول بر روی خودروهای کشنده فوق سنگین در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. هفته دفاع مقدس بیانگر کارنامه درخشان ایستادگی، رشادت و جانفشانی های مردم سلحشور میهن اسلامی همراه با ارتشی قهرمان و سپاه پاسداران فداکار و بسیج خدمتگزار و ایثارگر است. گروه 840 راکت انداز شهید سرلشکر کبریایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، خودروهای راکت انداز فجر 5، راکت اندازهای 333 میلیمتری فجر، موشک زمین به زمین و موشک انداز نازعات N6 N10، انواع موشک‌های راهبردی سطح به سطح نازعات کاملا بومی و ساخته شده توسط کارشناسان توانمند نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. همینک شاهد رژه ستون خودروهای سکوهای پدافند متحرک سفیر مجهز به سلاح ضد هوایی زوبین 2 و خودروهای کشنده توپ‌های 23 میلیمتری میباشید. گروه 401 فاوای نزاجا و گروه 402 جنگال شهید سرتیپ رضا ولیخانی نیروی زمینی قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران. عبور انواع خودروهای مخابراتی سفیر مجهز به بیسیم پرقدرت فاتح و سامانه‌های شنود سیار، سایتیاب و نهایتاً اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. از زمین و هوا و دریایم، از زمین و هوا و دریایم پایبند کلام مولایم. با پدافند چو جمع من گردم، نرسد هیچ دشمنم گردم. ارتشیم که رهبرم فرمود، ارتشیم که رهبرم فرمود، کار من مقدس است و ستود. گفت ارتش کلام طیب است، پیشم چون گدایی فاطمه است. شاهد
رژه ستون محمول قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، رادار ملی، رادار نبو، رادار کاستا و رادار مطلع الفجر، رادارهای شهاب، رادار سامن و رادار بی صدا یا سامع هستید که با نظم و ترتیب خاص از مقابل کلام الله مجید و در حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و مقامات عالی رتبه نظامی و در مقابل حرم مطهر امام راحل رحمت الله علیه رژه می‌روند. سامانه‌های بهینه شده اطلاعات الکترونیکی، سامانه جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی خبیر توسط توانمندانمون در قرارگاه پدافند هوایی ارتش، سامانه تروتاکتیکی ارتقا یافته و سامانه جمع‌آوری اطلاعات سیگنالی باصر شاهد حرکت شیلتر ایمن جداساز قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، سامانه پست فرماندهی متحرک، سامانه موشک دوربرد بهینه شده S200 و سامانه موشکی برد متوسط مرصاد هستیم که با واژه مقدس یا رسول الله از مقابل جایگاه رژه می‌روند. موشک ساخت داخل شلمچه، بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، شاهد رژه سامانه موشکی برد کوتاه یا زهرا و همچنین سامانه راداری برد کوتاه اسکایگارد بهینه شده، سامانه جنگ افزار 35 میلیمتری اسکایگارد، سامانه موشکی برد کوتاه راپیر در قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش جمهوری اسلامی ایران و سامانه دوشپرتابی میثاق، سامانه رفع آلودگی شین میمه DSM 5000 هستید. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. حرکت در جهاد خودکفایی در نیروی هوایی که از پیشقراولان نیروی مسلح می باشند موشک قدر رو ملاحظه می‌فرمایید. ارتش امروز یک ارتش منظم، محکم و منضبط و با تجهیزات عالی است. مقام معظم رهبری. موشک زوبین رو ملاحظه می‌فرمایید. موشک هدایت شونده اپتیکی با سر جنگی 705 پوندی. بمب قاصد، بمب هوشمند هدایت شونده الکترو اپتیکی هوا به زمین. نیروی هوایی افتخار می‌کند که به خود متکی است. از فرمایشات مقام معظم رهبری موشک قاصد 3، موشک هوشمند هدایت شونده و موشک یاسر، موشک بالستیکی میان برد با سر جنگی 750 پوندی. مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا. سامانه کایت، سامانه دوریستا حامل انواع مهمات قابل پرتاب از هواپیما. موشک سجید، تجهیز هواپیمای F-14 به موشک پرقدرت هاگ. موشک ستاره 1، موشک هوا به زمین لیزری به منظور انهدام اهداف با دقت بسیار بالا. موشک عصر 67، موشک لیزری هوا به زمین نقطه زن با سر جنگی و موشک ثاقب. تبدیل بمب 750 پوندی به موشک بالستیکی. موشک ریتارد، موشک حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف. لانچر 99، سامانه هدایت کننده موشک و بمب‌های لیزری. سامانه سحاب. نیروی هوایی یک نیروی الهی است. تسلیحات هواپایی بهینه شده رو ملاحظه می‌فرمایید که یکی پس از دیگری از مقابل جایگاه رژه می‌روند. تسلیحات هواپایی بهینه شده. موشک نصب، موشک فکور 90، برج مراقبت سیار تاکتیکی و خودرو تاکتیکی پدافند غیرعامل 99.
و بالاخره سامانه ارتباطی تاکتیکی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آغاز رژه ستون محمول خودرویی نیروی دریایی راهبردی ناوشکن جماران از افتخارات این نیرو در ارتش جمهوری اسلامی ایران، ناوچه موشک‌انداز کلاس سینا، زیردریایی سبک کلاس قدیر. نیروی دریایی امروز در بسیاری از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروی راهبردی است. مقام معظم رهبری موشک صد به سطح نور، موشک صد به سطح کوثر، قایق رعد. من نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را ستایش می کنم از فرمایشات ارزشمند حضرت آقا قایق ضربتی شهاب، زیردریایی مرطوب از سابحات 15، مین چسبان توپ فجر 27 که بینندگان عزیز سیمای جمهوری اسلامی ایران و شنوندگان عزیز رادیو همینک شاهد رژه ستون محمول خودروی نیروی دریایی با سایت راهبردی گسترده ساحل به دریا از نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشید. سامانه خود اتکاء پرتاب موشک نور برد بلند، سامانه خود اتکاء نصر ساحلی، سامانه رفع آلودگی شمیمه، بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر دلیران نیروی زمینی. یگانهای نمونه محمول نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال حماسه سیاسی و اقتصادی از مقابل جایگاه در حال حرکتند. شعار مرگ بر امریکا در تابلو ورودی یگانهای نمونه زرهی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نوشته شده است: تانک رخش، تانک رخش واکنشی، ما هرچه داریم از این انقلاب است. تانک مدرنیزه شبدیز رو مشاهده می‌فرمایید که در اختیار دلیرمردان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. توپ 33 میلیمتری مستقر بر نفربر جوشن و همچنین نفربر براق خمپاره انداز 120 میلیمتری، توپ خودکششی 155 میلیمتری رعد 2 و همچنین توپ خودکششی 122 میلیمتری محمول، تانک ریکاوری شبدیز. اینها بخش‌هایی از یگانهای محمول توپخانه‌ای و نفربرات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. موشک زلزال 1 و همچنین راکت انداز فجر 5 در اختیار نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. امروز در دنیای اسلام آمریکا از همیشه منفورتر است. راکت انداز فجر 3 یگان نمونه جهاد تحقیقات و خودکفایی و راکت انداز فلک و همچنین خمپاره انداز 160 میلیمتری و سامانه سلاح هوشمند کالیبر 12 میلیمتری سائقه، خودرو پیشرفته تاکتیکی سفیر 4، خودرو پیشرفته تاکتیکی سفیر 3 و همچنین سامانه ارسال تصویر برد بلند، بخش‌هایی از یگانهای محمول نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. درودتان باد مردان عشق، سلامتان باد دلیر مردان. زبان به مدح گشودن اگرچه آسان نیست، تو راست آن همه خوبی که جای کتمان نیست. ز عطر نام تو بوی بهشت می آید، خمینی دگری
بر کسی که پنهان نیست. شهید زنده ای و روح جاری اخلاص، کسی چنان که تو هم پایه شهیدان نیست. سزاست این که چنین تشنه کلام تو هم، که هیچ باغچه‌ای بی نیاز باران نیست. شنوندگان عزیز، بینندگان گرامی، همکنون نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو مشاهده می‌کنید. شنوندگان عزیز در جای جای ایران پهناور، امت سرفراز، بینندگان عزیز، حرم امام، نیروی هوافضای قهرمان و سامانه موشکی سوخت جامد سجیل. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. 12 فروند سامانه موشکی دوربرد سوخت جامد سجیل با برد 2000 کیلومتر موشک سجیل با موتور 2 مرحله‌ای سوخت جامد دارای برد 2000 کیلومتر بوده و استفاده از سوخت جامد این موشک زمان آمادگی عملیاتی آن را بالا میبرد. این موشک 100% ایرانی و ساخت محصولات ایران است. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. امت سرفراز، ملت ایران، مادران شهدا سلام، پدران شهدا درود، رزمندگان دیروز جبهه، آزادگان، جانبازان. ببینید ملت ایران، اینها اینجا فرزندان شما در نیروی هوافضای سپاه با اقتدار آمده اند. امروز روح امام و شهیدان شادتر از هر روز است، هر روز است، چون به عینه با مادران و پدران شهدا حاصل زحمات خود را میبینند. موشک‌های سجیل و قدر از همه بالاتر ایمان، تکنولوژی از آن ماست. آماده ایم، آماده ای رهبر آزاده. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اگر ابرهه‌هایی پیدا شوند که با پیل و لشکر به کعبه دلهای ایران و اسلام و دین حمله کنند، این سجید است که آنها را که عصف مأکول خواهد کرد. سامانه موشکی دوربرد قدر F و H رو با برد 2000 کیلومتر مشاهده می‌فرمایید. قادر به حمل کلاهک هوشمند و شدید الانفجار است. تولید این گونه موشک‌ها در کشور جمهوری اسلامی ایران و از قابلیت‌های بسیار گسترده آن است. ملت ایران، خدا با ماست، از اول هم با ما بوده است. ما معتقد به طیرن ابابیلیم. ما کیدهم فی تضلیل را با موشک سجیل نشان میدهیم، با موشک قدر نشان میدهیم. ما ملت با فرهنگی هستیم، دنبال جنگ و ستیز نبوده ایم. ما ایرانی هستیم، ایرانی مسلمان، لیکن اقتدار ما ایمان ماست. با هیچ کشوری سر جنگ نداریم. هر فکر و اندیشه شیطانی قصد تعرض به تمامیت ایران را داشته باشد، بارانی از موشک سجیل و قدر و شهاب را بر سر خود خواهد دید. هر کجا صدای من رو میشنوید و حرم رو میبینید، بگویید الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. آی امام عظیم الشأن خمینی کبیر، سر برآر و ببین فرزندانت در هوافضای سپاه با مشت‌های آهنین از آرمان‌ها و هویت ایرانی و اسلامیمان دفاع می‌کنند. ای خامنه‌ای عزیز، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. ملت ایران، ای کاش همتون کنار حرم امام بودید در تهران، ام القرای اسلامی، این همه عظمت رو از نزدیک می‌دیدید. باور کنید از دریچه سیما و پنجره تلویزیون این همه شکوه و اقتدار به صورت کامل قابل نمایش نیست. اینجا هوافضای سپاه بخش اندکی رو آورده.